از این خاطر الله جل جلاله در قرآن کریم میگه که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. باز میگه ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا این تمام کائنات باطل خلق نکردی و واقعا هیچ چیزی در کره زمین یا مافوق کره زمین در کائنات شما دیده نمیتونه که او عبث خلق شده باشه. هیچ چیزی را شما پیدا نمیتونین کرده که او عبث خلق شده باشه، به خاطر یک فایده حتما باید خلق شده باشه. یک وقت در دوره تفسیر امی آیت میخواندیم، یک شاگرد از مولوی صاحب پرسان کرد که مولوی صاحب گفت که شما سوال بکنین که چی به خاطر چی خلق شده، من تا امو اندازه علمی که دارم بر شما جواب بدم. یک بچه سوال کرد که همین مار به خاطر چی خلق شده، فایده مار چیست؟ مولوی صاحب برش گفت که من در یکی از کتاب‌ها در کراچی خوانده بودم، یک نوزار است که یک بلست از زمین پایین تر است. خوراک مار، ما شما میگیم خوراک مار خاک است، صحیح؟ یعنی در اصل اونمو زهریات است که مار میخوره، اگر امور مار نخوره هیچ نوع گیاه سبز نمیشه. یکی از سرمایه‌دارای بسیار بزرگ در لاهور پاکستان بود، غالبا یا در اسلام آباد بود، ای به مرض سرطان مبتلا شد. به مرض سرطان مبتلا شد و سرطان ازی در گلونش بود، در این حنجرش. خب بسیار سرمایه‌دار بود، ای را بردن به منشن، یک شهر در جرمنی. در اونجا بر عملیات ای را بردن، کدام شفاخانه بوده که دکترای لایق داشتن. وقتی که ای را عملیات میکنه، ای از مریضی نجات پیدا میکنه، ولی با یک مشکل. هنگامی که در میدان هوایی پاکستان ایتا میشه، دوستایش میاین همراهش پرسانی میکنه، ای گپ زدن نمیتونه و اشاره میکنه که برای من یک گیلاس آب بیارین. وقتی که آب برش میاره یک تابلت میخوره، بعد از تابلت خوردن با 15 دقیقه بعد آساسا ای به گپ زدن شروع میکنه. یعنی مشکل اساسی ازی چی بوده؟ یگانه مشکلی که برای ازی به حساب امی سرطان بعد از عملیات برش گذاشته بوده، اویی که امو غدواتی که تو ترشح میکنه، لعاب دهنه، اینمی از بین رفته بود. صرف لعاب دان دیگه ترشح نمیشد. ای آدم گنگه میشد و یک تابلت ازی $50 قیمت داشت که میخورد، بر 15 دقیقه ای گپ میزد. بعد از 15 دقیقه باز گنگه میشد، باز مجبور بود که یک تابلت دیگه بخوره. به مقسم چندین $1000 تنها در یک شبانه روز این مصرف داشت تا سخن گپ بزنه. حالا ببینیم که آیا الله جل جلاله چیزی را عبث خلق کرده؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یک شاعر میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر است معرفت کردگار. هنگامی که به هر موجود، به هر مخلوق شما فکر بکنین، حتما خالق پیدا میکنین.